جهان قبل از اینکه چیزی رو وارد زندگیت کنه باهات صحبت میکنه. تو زبان جهان رو بلدی؟ وقتی میدان انرژی زندگی تو در حال تغییر باشد، جهان پیش از آن که نتیجه رو وارد واقعیت فیزیکی تو کند، سیگنال های دقیق، منظم و گاهی بسیار ظریف ارسال می کند. این سیگنال ها تصادفی نیستند، آنها رفتار موجی خاصه‌ای هستند که دارد از سطح غیر مرئی به سمت ظهور در جهان ماده حرکت می کند. تو این ویدیو قراره بهت یاد بدم چطور نشانه‌های کوچک جهان رو تشخیص بدی و بفهمی که خواستت داره کم کم واقعی میشه. 1. تغییرات هماهنگ اما غیر منتظره. در سطح کوانتومی هر خواسته‌ای پیش از اینکه به شکل نتیجه ظاهر شود، ابتدا ساختار اطراف تو را بازآرایی می‌کند. گاهی این بازآرایی به شکل تغییرات کوچک و ظاهراً بی‌ربط جلوه می‌کند. مثلا یک مسیر جدید که ناگهان به ذهنت میرسد، یک انتخاب متفاوت که بدون فشار بیرونی انجامش میدهی، یا یک ارتباط ساده که جهت زندگیت را چند درجه تغییر میدهد. اینها هشدار نیستند، نقاط اتصال انرژی آینده به زمان حال تو هستند. 2. افزایش وضوح ذهنی. وقتی خواستت در حال اتفاق است، ذهن تو از حالت پراکندگی خارج می‌گردد. بدون اینکه سعی کنی، افکار غیر ضروری کنار می روند و تو روی موضوعاتی متمرکز می شوی که دقیقاً در مسیر خواستت قرار دارند. این نوع وضوح ذهنی یکی از دقیق ترین نشانه های نزدیک شدن تجلی است. وضوح همیشه پیش از وقوع نتیجه می رسد، نه پس از آن. 3. همترازی احساسی. احساسات زبانی هستند که جهان با آن به تو پاسخ می دهد. اگر ناگهان آرامش، اطمینان یا حس آمادگی را تجربه می کنی، حتی بدون اینکه رویداد بیرونی رخ داده باشد، این نتیجه همفاز شدن میدان تو با فرکانس خواسته‌ات است. این آرامش نشانه ضعف یا بی‌تفاوتی نیست، نشانه بلوغ انرژی است. 4. توقف مقاومت‌های درونی. وقتی خواسته دور است، مقاومت ذهنی زیاد است. وقتی خواسته نزدیک می شود، مقاومت بدون تلاش تو کاهش می یابد. افکار تردیدی کم رنگ می شوند و تصمیم گیری آسان تر می شود. در واقع ذهن تو با آینده هماهنگ می شود و از تلاش برای کنترل مسیر دست بر می دارد. در این نقطه مرحله ورود خواسته به جهان نزدیک است. همفرکانسی با نمادها و پیامها. در فیزیک کوانتومی اطلاعات همیشه قبل از ماده ظاهر می شوند. بنابراین پیش از اینکه نتیجه در زندگی تو تجلی یابد، ابتدا نشانه‌های اطلاعاتی دریافت می‌کنی. الگوهای تکراری، پیام‌هایی که زمانبندیشان دقیق است، اعداد و یا جملاتی که انگار تو را خطاب می‌دهند. اینها نشانه‌های تصادفی نیستند. بخش فرکانسی همان خواستند پیش از آن که به شکل فیزیکی ظاهر شوند. 6. جذب شدن به مسیرهای جدید. وقتی انرژی خواسته نزدیک می شود، تو به صورت کاملا غریزی به مسیرهایی کشیده می شوی که قبلا برایت بی‌معنی بوده است. ممکن است ناگهان بخواهی چیزی را بیاموزی، محتوای خاصی را دنبال کنی و یا وارد تجربه‌ای شوی که از بیرون ساده به نظر می رسد. اما در ساختار انرژی این همان گام ورودی به واقعیت جدید است. جهان ابتدا تو را همتراز می کند، سپس نتیجه را وارد می کند. 7. تغییر در ریتم زمان. اغلب افراد متوجه این بخش نمی شوند. وقتی انرژی خواسته نزدیک باشد، زمان برای تو رفتار متفاوتی پیدا می کند. یا سریعتر می رود و یا آرامتر. تو احساس می کنی در یک جریان متفاوت از قبل قرار گرفته ای. این تغییر ناشی از ورود تو به مدار جدید است. مداری که خواسته‌ات در آن حضور دارد. شهود فعال. آخرین و مهمترین نشانه وقتی خواستت به آستانه ورود می رسد، شهود تو بیدار می شود. بدون دلیل منطقی فقط میدانی که چیز مهمی در حال نزدیک شدن است. این حس سیگنال قطعی است. این مرحله زمانی رخ می دهد که انرژی خواسته کاملا با تو همتراز شده باشد.
اگر یکی یا چند مورد از این نشانه ها را تجربه می کنی، این بدان معناست که ساختار انرژی زندگیت در آستانه دگرگونی است. نتایج زمانی وارد می شوند که تو از سطح تلاش ذهنی به سطح هماهنگی ارتقا یافته باشی. نکته‌ای که نباید از دست بدهی، تمام این نشانه ها و همزمانی ها در واقع نتیجه یک ارتباط صحیح با جهان هستی و شکرگزاری واقعیه که در ویدیوی قبل بهت آموزش دادم. وقتی یاد میگیری چطور با جهان ارتباط برقرار کنی و قدردانش باشی، جهان با زبان خودش بهت جواب میده. از طریق همین نشانه ها و اتفاقات هماهنگ و از طریق همزمانی ها. در ویدیوی بعدی وارد موضوعی جذاب میشویم که دقیق ترین زبان جهان برای ارتباط با توست. همزمانی ها و شیوه رمزگشایی آنها. بهت قول میدم با یادگیری زبان همزمانی ها تو وارد سطح جدیدی از آگاهی میشوی. منتظر ویدیوی بعدی باش.